خب دوستان ببینید، اصلا اساس علوم غریبه چیه؟ ما اگر بخوایم تعریفی از علوم غریبه رو داشته باشیم، علوم غریبه به این معنا هست که انسان بتونه به روی طبیعتی که با یک نظم خاصی در ارتباط هستی و طبیعتی که وجود داره، بتونه انسان به صورت غیر عادی به روی اونها تأثیر بگذاره، مثل عناصر اربعه: آتش، باد، آب، خاک و یا دیگر مسائلی که در طبیعت ما وجود داره، بتونه بر روی اونها تأثیرات غیر عادی بذاره. و این چطور ممکنه؟ فقط با مطالعه خود طبیعت ممکنه که بر روی طبیعت شما بتونی اثر بذاری. برای اینکه بتونید بر روی خود طبیعت شما تأثیر بخاصی رو داشته باشید، خب بایستی که مطالعه بکنید، خود هستی رو مطالعه بکنید. و این هستی خودش به 4 دسته تقسیم میشه. که شما باید مطالعه آسمان رو بلد باشید که این مرتبط به علم نجوم میشه. نجوم مثل آسترونومی و بحث آسترولوژی نجوم میشه. و دوم بحث مطالعه معادن میشه که این خودش مرتبط به انواع فلزات و نوع خاک ها و همچین مسائلیه. و سوم مطالعه حیوانات که به خواص حیوانات و نوع زندگی اونها و برخورد اونها و رفتار اونها و غریزه اونهاست. در 4م هم مطالعه اشجار نوشتم که مرتبط به گیاهان میشه که کلهم با عنوان اشجار از اونها نام برده شده. فقط با مطالعه خود طبیعت هست که میشه به روی طبیعت تأثیر گذاشت. خب حالا انسان ارتباط انسان با ماوراء الطبیعه، با علوم خفیه و چیزی با عنوان علوم غریبه، یعنی با یه چیزی مثل غیب، یه چیزی که دیده نمیشه، نامرئیه و وجود داره، چیزی که در قرآن ما اومده، چیزی که غیبی که رسولان خدا، معصومین خدا به اون شهادت دادند، غیبی که خاص خداونده اما یه جاهایی استثناء قائل شده خداوند در قرآن. و برای من و شمایی که ما معصوم نیستیم ارتباط نسبی هست، ارتباط کامل نیست، ارتباطیه که 100% نیست. هیچ کسی در این عالم به غیر اون کسانی که معصوم هستند، خب مثل امام زمان عجل الله، کسی کاملا 100% دسترسی به عالم غیب نداره. اگر هم داشته باشه نسبیه، یعنی مقداری از غیبه، بخشی از غیبه، قطره ای از غیب مطلع هست. خب برای رسیدن به این باید با اندرون خودتون، با درون خودتون ارتباط داشته باشین، باید با روحانیت آشنا بشین و روحانیت کسب بکنید. نفس سالم میخواد، نفس سالم میخواد و علم داری میخواد. علم چه چیزی؟ علمی مثل علوم رمل، جبر، که حالا هر کدوم از اینا به بخش‌های مختلف تبدیل میشه، مثل جبر آثاری و جبر اخباری که باز هر کدوم رشته‌های خاص خودشون رو دارند. علم نجوم رو داریم، طلسمات رو داریم، روحانیات و دعوات کواکب رو داریم، مباحثی داریم در رشته‌هایی داریم در کیمیا، در مباحث سیمیایی، عزائم، اذکار، ادیه‌ها، تعویضات مستخرجه و ابزارالاتی که در این مسیر در علمداری و در مطالعه آثار طبیعی و طبیعت که ما می‌خوایم بر روی طبیعت اثرگذار باشه، باید در راستای اینها هماهنگ شده و همسو بوده باشه، بتونیم از اینها استفاده بکنیم. تعریف علوم غریبه اینه که کلا برای شما خیلی چکیده، خیلی مختصر سعی کردم که توضیح بدم. امیدوارم که کلیپ مورد استفاده و کاربردی باشه برای شما دوستان. یا علی مدد.